مسکونی بوده، منطقه مسکونی بوده. ببینید این کتاب‌های درسی دبیرستان و دانشگاهی توپ بازی بچه‌ها هست که می‌بینید، یعنی نشون میده که اینجا منطقه مسکونی بوده و مردمی که به شهادت رسیدن اینجا. یکم اگر جلوتر این بازار میوه و تره‌بار هست که می‌بینید که به این وضعیت در اومده. این قسمت هم خودروهای آیا حلاجان خودروهای شخصی مردم هست که می‌بینید که مورد آسیب واقع شده. تصویر همین چیز گویا هست که حمله‌ای که صورت گرفته در واقع مردم بیگناه مورد هدف واقع شده و من لحظاتی قبل اینجا پیکر شهدایی دیدم که مردم بودن که در واقع شهید شده بودن و اینجا نیروهای امدادی پایکار هستن. البته مجتمع اساتید معروف مجتمع اساتید سرو هست، آبی داره و دود ناشی از این حمله همچنان از این ساختمون دیده میشه. اما به لحاظ بحث ایمنی اشارهایی که داده شد مردم عادی رو از اینجا در واقع هدایت کردن بیرون. نیروهای امنیتی و امدادی حضور دارن و تلاش ها برای یافتن در واقع پیکر شهدا یا افرادی که احتمالاً اگر زنده باشن در این ساختمون همچنان ادامه دارن. ممنونم از گزارش و مشاهدات شما آقای حسینی بای. ارتباط دیگری داریم با آقای سجاد مهتری، محله نارمک تهران. سلام بر شما، بفرمایید. سلام به شما و بینندگان این بخش خبری از شبکه خبر. ما همکنون در حوالی میدان هفتم هستیم، خیابان شهید جمال زاده. همونطور که اینجا توی تصویر هم مشاهده میکنید اینجا یک ساختمونی بوده 5 طبقه، 5 تا 2 واحدی بوده. ساکنانش اعلام میکنن بمب یا موشک رژیم صهیونیستی به این منزل اصابت کرده. اونطوری که الان به ما اطلاع دادن حدود 5 نفر اینجا به شهادت رسیدند، حدود 20 نفر هم زخمی شدند. هنوز کار آواربرداری، امداد و نجات توسط نیروهای امدادگر از جمله آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس و عوامل شهرداری اینجا در حال انجام هست. شاید تعداد زخمی ها بیشتر بشه، شاید تعداد شهدا بیشتر بشه. اطلاعات دقیقی هنوز به ما اعلام نکردن. همطور که میبینید آتش نشان ها دارن برای اون لکه گیری و اطفای حریقی که داخل ساختمون هست دارن اقدام میکنن. اگر پیکر شهیدی زیر آوار باشه اونو شناسایی کنن و به بیرون منتقل کنن. خواسته ای که ما داریم و نیروهای امدادگر دارن و ما اینجا داریم مشاهده میکنیم این هست که مردم تجمع کردن در این مناطق و کار آواربرداری و امدادرسانی نیروهای امدادگر رو سخت کردن. خواهشی که ما داریم و نیروهای آتش نشانی و امدادگر به ما گفتن از رسانه ملی منعکس بکنیم این هست که مردم همکاری لازم رو با نیروهای امدادی و آواربردار داشته باشند که این روند به خوبی و به سرعت طی بشه که خدای نکرده اتفاقی هم برای شهروندان نیفته. چون همونطور که میبینید ساختمون ها ممکن هست ریزش داشته باشن، ممکن هست آسیبی به شهروندان برسه. ضمناً این رو هم بگم که ساکنین این منطقه به ما اعلام کردن که تمام این منازلی که اینجا هست همه مردم عادی هستن و هیچ مقر امنیتی یا سپاه یا بگیم فرماندهان سپاه یا نیروهای نظامی اینجا مستقر هستن نیست. ممنونم از شما آقای مهتری. و سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از عمری مجاهدت سرافرازانه در راه اسلام و دفاع از ایران اسلامی در حمله رژیم جنایتکار و تروریستی صهیونیستی به ستاد فرماندهی کل سپاه در تهران به شهادت رسید. خبرها همچنین از شهادت سردار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حکایت دارد. دکتر محمد مهدی تهرانچی فیزیکدان هسته‌ای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر فریدون عباسی دانشمند هسته‌ای رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی هم شهید شدند. در این حملات ددمنشانه که بامداد امروز صورت گرفت، اماکن عمومی و چندین ساختمان مسکونی در تهران هم هدف قرار گرفت و شماری از هموطنان شهید و مجروح شدند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نطنز، مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن هم چند بار مورد اصابت دشمن قرار گرفته است.
گزارش‌ها از انفجار در برخی شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه و تبریز هم حکایت دارد. پایان بخش خبری.